دانشمند بزرگ ما محمد غزالی گفته است دل کودک پاک است، هرچی در آن کاشته شود همان میروید. سلام بینندگان عزیز تلویزیون بهارستان، برنامه نوبتی مسیر تربیه را منظور شما میگردانیم و امروز موضوعی را که ما در برنامه پیگیری میکنیم این فرهنگ استفاده شبکه‌های اجتماعی، مخصوصاً استفاده برای آن از جانب کودکان و نورسان است و همصحبت ما هستند در برنامه دوسنت کافدرای پسیخولوژی دانشگاه ملی تاجیکستان، نامزد علم‌های روانشناسی استاد نادر امانوف. خوش آمدید. استاد، در آغاز می‌خواستیم با سوال مراجعت کنیم که آیا در زمان امروزه وابستگی داشتن از شبکه‌های اجتماعی را میتوان یکی از مشکلات روانی حسابید؟ بله، از یک طرف چخیلی که میگن همه کار طرفای گوناگون دارد، طرفی مثبت هم دارد، طرفی منفی هم دارد. البته این شبکه‌های اجتماعی طرفی مثبت هم داشته میتوانند که میتوانند از نگاه گوناگون مثلا معلومات‌های گوناگون مثلا به نسل نورس برسانند و از طرف دیگر وقتی که ما همین برنامه‌های شبکه‌های همین اجتماعی تماشا می‌کنیم می‌بینیم که در اونجا آدمانی که مثلا به همین کار مشغول میشوند، شغل دارند، آنها نه آنقدر متخصص همین ساحه هستند. بعضی آنها آدمای تصادفی هستند و این آدمای تصادفی بعضا گفتم می‌کند مضمون و مندرجه برنامه‌های آنها به طور باید شاید همین طلبگوی زمان نیست و با تعلیم و تربیه نسل نورس ما جوابگو نیست. گفتم ممکن است اون چیزی که تعلیم تربیه مثلا طلب میکند و با منفعت تعلیم و تربیه نسل نورس است نه اونقدر آنها گفتم ممکن است که موافقت میکنند. بعضا آنها شاید از نگاه همین کسبیت خود که مضمون مندرجه آنها را و عاقبت ها و تاثیر آنها به نسل نورس را به طور باید شاید که درک نمیکنند، شاید مضمون آنها اونقدر منفعت بخش نمیتونه. بنابراین همین من فکر میکنم که آنها باید یک به هر حال یک تحلیل کرده شوند، یک سیستم در آورده شوند. اگر شاید اگر خیلی امکان باشد و فکرم باز خوبتر و بهتر میشه. تشکر زیاد. از نگاه روانی ما چگونه معین کرده میتوانیم که کودک یا نورس از شبکه‌های اجتماعی آسیب دیده است؟ بله، درست است. مثلا بعضا همین خیلی برنامه‌هایی را که از مثلا فکر میکنم از یگان چیزهای خارجی مثلا از یگان شبکه‌های تلویزیون اجتماعی تلویزیونی مثلا ثبت میکنن، شاید میگیرن استفاده میبرن که نه هر یک آنها باعث تعلیم و تربیه همین نسل نورس میشود. بعضی آنها مضموناً هر گونه فشار و زورآوری و مثلا خونریزی و بدقهری و بدخشمی و ترس و هراس و دیگر نوارها رو در اونجا جا میکنن. بعضا آنها با مقصدی گفتم میکنن که با مقصد ضرر رسانی مثلا اونها ترتیب داده شدن و از آنها مثلا استفاده کرده طرز مثلا همین چیز رو پیشنهاد میکنن که کودکان امروزه ما چنان به همین مضمون همونا به کاری اونا غوطه میزنن که از همه چیزهای مهمی ضروری زندگی دور میشوند، از اون دل کنده نمیتونن دیگر. مثلا خوب میشود که البته یکون چیزی در کاری خوب رو 1 ساعت نیم ساعت اگر کودک از اونجا بگیرد مثلا ضرر ندارد، لیکن وقتی وای ساعت ها از اون چشم کنده نمیتواند، ساعت ها از وای دور شدن نمیتواند، اون قدر به وی غوطه میزند که برای گفتم یک وابستگی حتی نسبت به او پیدا میشود. این لکه ضررآور است. حتی من اون شبکه‌های همین اجتماعی حتی من توسط مثلا تلویزیون بعضی همین خبرهای میبینیم که یک برنامه رو میبینیم که مثلا توسط همین بازی‌های مخصوص کودکان رو به هم دام فریب هم اونها انداخته میتوانند که کودک ما نسل نورس ما به خبر به دام فریب اونها میافتد و اون اخبارات‌های درکاری که باید پنهان باشد با آنها گفتنش ممکن است که این یک نماد گفتن ممکن است ضرر رسانی از طرف آنها به چشم میرسد. تشکر زیاد. امروز نورسان و جوانان ما قسم زیادشان گفتن ممکن است که دسترسی دارند به شبکه‌های اجتماعی و بعضی از آنها خودشان موادها آماده میکنند و در شبکه‌های اجتماعی پیشنهاد میکنند، ولی یکی از مشکل‌های اساسی جامعه امروزه ما این است که موادهای آنها پیشنهاد میکنند که باز دیگر کودکان نورسان ما را متاسفانه میتوانند که
ба рафтори онҳо, ба кирдори онҳо зарар расонад. дар ин бобат шумо чӣ гуфтан доред? дуруст аст. дар ҳақиқат ҳаминро ман дар назар доштам ки масалан вақте ки одам мутахассис соҳа нест, вақте ки одам дар ҳамин ҷода масалан маълумоти кофӣ касбӣ надорад, он фикру андешаи субъективие ки шахсан худаш дорад, онро гумон мекунад ки ба ҳама мақбулу қабул аст ва ба фоидаи ҷамъият аст ва онро аз нигоҳи худ он чизе ки мақбулро мегираду масалан ба таври бояду шояд ки худаш мефаҳмад пешниҳод мекунад. ҳолон ки андеша ҷаҳонбинии онҳо танг ки ҳаст, фикронишон маҳдуд ки ҳаст, андешаро ронда наметавонанд ки оқибати ин наворҳо, ин маълумотҳое ки ман пешкаш мекунам, оқибатҳош чӣ шуданаш мумкин аст. Ва ҳатто онҳо як гурӯҳи пайравонеро пайдо мекунанд ки пайравони онҳо ба ҳамин кори манфии масалан пешниҳодкардаи онҳо масалан рӯ меберанд, тақлид мекунанд ва фикр мекунанд ки шабакаҳои иҷтимоӣ гӯё як телевизиони давлатӣ бошад ба назари онҳо ва фикр мекунанд ки ин як сиёсати давлат бошад, давлат гӯё инро намоиш дод, давлат онро гуфтан мумкин аст ки тарафдорӣ кард. Бинобар ҳамин тақлид ба вай аз рӯи қонуну аз рӯи ҳама талаботҳои ҷамъиятӣ аст. гуфта анахел бачаҳое ки наврасоне ки онҳо ҳозир гуфтам ба таври бояд шояд таҷрибаи зиндагии кам ки доранд, куркурона ба ҳамин доми фиребу ба ҳамин хел найрангу ба ҳамин хатоҳои зиёди манфӣ меберанд ки таъсири манфӣ ба психологияи кӯдак дорад. ва мо ҳатто вақте мо ба онҳо мехоҳем ки онҳоро ба роҳи дуруст барем, вақте мегӯянд ман тавассути телевизионеро тамошо кардам, тавассути телевизионеро баён нишон доданд. ва онҳо фарқият баъзи онҳо фарқияти ҳамин шабакаҳои иҷтимоиро аз телевизиони давлатӣ фарқ намекунанд ва ҳамаонро дар як намуд қабул мекунанд, дар як шаб. хуб, чаро баъзе наврасон дар шабакаҳои иҷтимоӣ худро ба қавле дигар хел нишон медиҳанд нисбати зиндагии воқеӣ аз нигоҳи равонӣ? сабаби ин дар чист? бале, аслан ҳамин дар ин ҷа бояд мо бигем тахайюли ҳар як кӯдак ба рӯзи худаш ҳаст. масалан кӯдакон дӯст медоранд он орзуҳои он имкониятҳои худ надоранд, ҳамро муҳоббат карда даҳчанд зиёд карда ба он намузде ки худаш тасаввур мекунад ки агар ҳамин хел мебуд мешуд гуфта ана ҳамонро масалан дар он ҷо пешкаш мекунад, пешниҳод мекунад. масалан ҳатто тамошо мекунем дар шабакаҳои иҷтимоӣ ки масалан ӯ худаш ки хариб нони хӯрдан надорад, худашро ба як одами дорову як одами дигар нишон медиҳад, гӯё ки вай бо як гӯё ки пули зиёду вай тасодуфан гуфта бо роҳи масалан субъективие ки он қадар асоси чӣ надорад, ҳаётӣ надорад, ё пули зиёд ба даст оварду бо ҳамин роҳ дигарро таклиф мекунанд ки инҳо ба ҳамин роҳ бираванд, ҳамин хел пули зиёд ба даст оварда чунин рафторҳо кунанд, чунин амалҳо карда метавонанд, чунин зиндагии масалан гузаронда метавонанд. гуфта дар мазмуни мундариҷа кайфу сафоҳу ҳар гуна ҳолатҳои бади равонии психологиро онҳо ҳастанд вай мекунанд, пешниҳод мекунанд ва насли наврасе ки мо таҷрибаи ками зиндагӣ доранд ба осонӣ ба доми фиреби онҳо меафтанд, ба онҳо тақлид карда гумон мекунанд зиндагӣ ҳамин тараст. онҳо намефаҳманд ки барои дар зиндагӣ муваффақ шудан пеш аз ҳама илму маърифату донишу мактабу дигар дар кор аст. роҳи дурусташ ҳамин аст ки одам тавассути хондан дар мактаб, хондан дар ягон гуфтам мактаби олию дигар соҳиби касбу ҳунару дигар мешавад ва кору фаъолияти ба манфиати ҷамъият карда истода одам дорои масалан обрӯю зиндагию масалан дигар чизҳо мешавад. ҳамин роҳи дурусти зиндагиро онҳо монда ба роҳи манфии ки онҳоро тақлид мекунанд, ба он тараф ҳавасманд мекунанд, ҷалб мекунанд, ба он тараф рафта дар шуъури ҷамъиятии ҳамин насли навраси мо онҳо таъсири манфӣ мерасонанд ки албатта ин бар зарари ҳамаи мо аст. истифодаи нодурусти шабакаҳои иҷтимоӣ то кадом андоза метавонад ба ҳаёти минбаъдаи кӯдакону наврасон таъсиргузор бошад? бале, албатта ин таъсири бисёр ҷиддӣ расонда метавонад, чунки вақте ки насли навраси мо ин шабакаҳои иҷтимоиро ки масалан барномаҳое ки бар зарари онҳо аст онҳоро қабул мекунанд ва дар асоси онҳо нақшҳои зиндагии ҳаётии худро мекашанд ва рафтору кирдори имрӯзаи худро тағйир медиҳанд ва ба онҳо тақлид карда ба онҳо гуфтан мумкин аст монанд будан гуфта истода кӯшиш мекунанд ба ҳамон гуфтаҳои онҳо амал кунанд, ба рафторҳои онҳо монанд ба онҳо кунанд. масалан дар интихоби
مثلا کسب هنر هم مثلا میبینید که کسب هنری که مثلا نه به منفعت جمعیت است، یکی با کار و شغل هایی که بر ضرر جمعیت است با آنها رو میبیارن. چون که توسط این برنامه ها، این شبکه های اجتماعی میبینیم که بعضا چیزهای نشان داده میشه بر ضرر فرهنگ و مثلا گفتم ممکن است که همین مدنیت ملی ما هست، مثلا چی در انتخاب همسر آینده، چی در مسئله عشق و عاشقی دیگر مثلا ما یک سیاست دولتی خودمان رو داره که مثلا برپا کردن عائله مثلا بعد 18 سالگی است و دیگر اونها مثلا در اونجا همون چیز دیگر رو میبینن، مثلا هر گونه حرکت های مثلا گوناگون عشق ورزی دیگر در سن خردسالی و فرهنگ دیگر رو میبینن که اونها با اون تقلید میکنن، با اون باور میکنن و میخوان مثل همون باشن. حتی هر طرز لباس پوشی از طرز لباس پوشی سر میشود، از طرز مثلا آرایش مثلا دیگر روی لباس دیگر سر میشود و با گفتار مثلا اونها تقلید میکنن، با رفتار اونها تقلید میکنند که بر ضد جامعه ما اساسا فرهنگ ما، مدنیت ما یک مدنیت بلندی مثلا هست که ما باید از او گفتم ممکن است استفاده برای ما گفتم ممکن در داخل این فرهنگ و مدنیت گفتم ممکن است ما با گفتم میشکوفیم و به درجه‌های گفتم بلندی میرسیم که اساس این فرهنگ و مدنیت ما اینقدر اثرهای قیمت بهای ما هست که مثلا بزرگان ما اینقدر اونها رو آفریدن، مضمون مندرجه اونها همین نسل نورسی ما رو با راه درستی که با منفعت ما هست مثلا روانه میکنن. اما چیزی مثبت رو پرتافته ما که تقلید میکنیم با یک چیزی خاراکتر تصادفی داشته که خاراکتر سوبژکتیوی دارد، نه اونقدر با منفعت جمعی است. یعنی کورکورانه یا که بچه‌ها ما به هم طرف تقلید میکنند، وقتی که اونها یک ضرری کلانی که میبینن البته که ضرر کلان دیدن البته بعضا گفتم میکنه است که تو میفهمه که البته دیر میشه. بنابراین این چیزها تاثیر زیاد به آینده همین نسل نورسی ما دارد. ما باید دوراندیش باید باشیم، بفهمیم که در اساس این گونه برنامه‌ها و این گونه گفتم که چیزها ما میتونیم که همین شعور جمعیتی همین نسل نورسی خود رو برای درست نه برای منفی رفتنش مثلا پیشگیری کنیم. اگر ما رو درست درک کنیم و پیشگیری کرده توانیم. نقش پدر و مادر در راهنمایی و استفاده شبکه‌های اجتماعی امروز در جامعه ما باید چگونه باشد؟ البته نقش پدر و مادر بسیار کلان است. همه وقت در تعلیم و تربیت نسل نو است نقش پدر و مادر بسیار مهم است و کلان است. عائله‌ای که مثلا خودشان گفتم که آدمانی فاضل و عاقل دانه هستند و اونها در پی مثلا تربیت درستی فرزند که هستند، همه این چیزها رو باید زیر نظارت بگیرن. اصلا میگیرند و باز زیادتر باید بگیرن. هر زمان صحبت ها آرستن در کار، هر زمان با آنها در گفتگو بودن در کار، از فرزند رو از خود دور کردن در کار نیست، فرزند رو با راه‌های گوناگون به خود نزدیک کردن در کار. مثلا بسیار پدر و مادرانی هستند که مثلا یا که از فرزند رو میگردونن ساعت‌های دراز با بچه کار مشغول است یا کاری ندارن. این بر ضرر است. همین چیزا من می‌خواستم بگم که پدر و مادر همین رو باید راه ندهند، برعکس باید کنند. ما فرزند باید از خود دور نکنیم. ما توسط سخن‌های شیرین رو بالین کننده، ما فرزند رو با واسطه زبان سخن‌های شیرینی مثلا نوازشکارانه به خود نزدیک بکنیم. بگوییم که تو بسیار فرزندی دوست داشته من هستی، عاقلی، دانا هستی، آینده دار هستی، من تو رو دوست می‌دارم، تو برای من عزیز هستی. گفته همین زبان شیرین کتی با اونو نزدیک شده ایستاده. با اونو گفتم که نه اینکه پدر مادر بلکه یک دوستی نزدیک باید شویم و از همه کار و کردار اونها آگاه باشم. حتی ببینیم که مثلا چی‌ها رو اونها مثلا با چی فرو میرن، چی رو میخونن، چی رو تماشا میکنن، دیگر اونها رو زیر نظارت گرفتن در کار، با اونها مصلحت و مشورت دوستانه کرده ایستاده، اونها رو آگاه کردن در کار کدامش به منفعت است، کدامش بر ضرر است، کدامش بر منفعت است، کدام بر ضرر است. این رو زیر نظارت گرفتن در کار. تماما منع کردن هم مشکل است. مثلا اگر ما فکر کنیم که ما تماما منع میکنیم، قریب ممکن نیست، امکان نداره، چون که ما در خانه منع میکنیم. دیگه بچه ما وقتی که در اون چیزی که در اکوباد نمیباد در خونه، بعد به کوچه میبراید، بعد به کوچه که برآمد با رفیقان دیگرش که مثلا به نظارت هستن، با مثلا با واسطه تلفن و چیزهای دیگر اونها به همین شبکه‌های اجتماعی وارد شده، به همین روی منفی میروند. بنابر فرزند از خود دور کردن در کار نیست، فرزند به خود نزدیک کردن در کار، با او هم
هم گفتم میکنه است که والدین شدن در کار، هم دوستی نزدیک شدن در کار، هم صحبت شدن در کار، زبان شیرین خطی اونها کلی همکاری کردن در کار و از زیر نظارت خطی گرفتن در کار که بچه رو ما از دست ندیم و به شعوری اونها تاثیر مثبت خود رو رسونیم تا اینکه به چیز منفی اونها رو نیارن. تشکر زیاد. در برابر پدر و مادر امروز فرهنگ درست استفاده برای شبکه‌های اجتماعی رو چگونه کی و با کدام راه باید فهماند؟ من فکر میکنم که اصلا تاثیر برای نسل نورس ما در عمد اول اگر تاثیر اساسی را پدر و مادر رسوند، دوم تاثیر اساسی را مکتب میرسوند و معلمان میرسوند. حتی من فکر میکنم که مثلا راهبران صنف بتونن که هفته یک مرتبه ساعت تربیوی مثلا تشکیل کرده در همین موضوع با بچه‌ها باید هم صحبت شوند. حتی بعضی همون نمایش‌هایی که در اونجا میشن از اونها آگاه شده طرف منفی آنها رو با بچه‌ها آشکار کنند، سری آنها رو تحلیل کنند، بیان کنند که کدامش خوب است، کدامش بد است، چرا خوب است و چرا بد است. تحلیلی مثلا یک با شورانه کنند از نگاه آدمای تجربه زندگی داشتگی و ما کاری کنیم که همین گفتم ممکن است که هوشیاری سیاسی خود را از دست ندیم. چی خودمون هوشیاری سیاسی داشته باشیم و چی با شاگردانمون با نسل نورسمون گفتم هوشیاری سیاسی را مثلا با اونها آموزونیم یا اونها مثلا خوب از بد فرق کرده توانند. بغیر از این باز هستند راه‌هایی که دیگر راه‌هایی هستند که ما کودکان نورسان رو آگاه کنیم از طرز استفاده برای شبکه‌های اجتماعی. شاید دیگر رسانه‌ها باشند، شاید با واسطه شبکه‌های اجتماعی ما توانیم که آنها رو راهنمایی کنیم. البته پیش از همه شبکه‌های اجتماعی که خاراکتر مثبت دارند که اون نفری که آنها رو میبرند پیش مثلا با تشکیل بله اون شخصیتایی که هستند. بله اون شخصیتایی که هستند اگر آنها همین کمتر گفتم که یک وجدانی ملیشان همون گفتم بایشان گفتم آنها رو کمتر وادار کند که مثلا فهمند درک کنند وظیفه خود جمعیت خود رو و به ملت خود، به خلق خود، به نسل آینده خود مثلا روح و روش‌های درست زندگی رو آموزانند، خیلی برنامه تشکیل کنند، نشان یا نمایش کنند چون بچه‌ها با اینجا ذوق پیدا کردگی هستند، به آنها وارد شدن دوست می‌دارند، کار کردن دوست می‌دارند، پس بگذار از همین چیزهای درست استفاده برند و آنها هم همین کمبودی‌هایش برنامه‌های منفی شبکه‌های اجتماعی رو با آنها نمایش دهند، تحلیل کنند، بیان کنند. بسیار خوب میشه چون که ما همه گفتم که از یک گریبان باید سربت داشته، چی اویلا، چی مکتب، چی شبکه‌های اجتماعی و همه جامعه باید ما باید همین خیلی فعال باشیم، پس میتوانیم از این تاثیرهای منفی دور شویم. تشکر زیاد استاد. در انجام میخواستیم با یک سوال دیگر مراجعت کنیم که امروز به حیات هر روزه ما شبکه‌های اجتماعی، ذهن صنعی و دیگر نوگانی‌های عصر نوین البته که تاثیرگذار است، ولی گفته بودم و میگوییم که هم پهلوی مثبت دارند این هم پهلوی منفی و انتخاب آن البته در خود آن شخصی است که این شبکه‌ها رو استفاده میبرد. خب امروز کودک ما، نورس ما وابسته به سن و سال چقدر باید استفاده برد از این شبکه‌ها با منفیت؟ بله درست است. اصلا چیزی که گفتیم از این شبکه‌های اجتماعی استفاده بردن، چیزی خوبش را گرفتن، این بسیار خوب است، با منفیت است، باعث رشد مثلا روحی و پسیخیکی بچه‌ها میشوند، رشد مثلا جهانبینی آنها میشود، عقل و خرد آنها میشود، اگر به شرطی که همین شبکه‌ها مضموناً با فایده باشد. بنابراین البته باید ما کاری کنیم که بچه از اون یک چیز بگیرد، لیکن از زندگی خود باز خفا نماند. باید در زندگی چه خیلی که ما گفتیم کودک مثل یک نهالی که است که اکنون گفتم ممکن است که نشونما میکند و برای که نشونما خوبی او یاد برای همه چیز در کار، هم آب است در کار است، هم زمین خوب در کار است، هم آفتاب در کار است، هم مینرال های گوناگون در کار است، به همه باید دادن در کار، همش مقداری خودش کردی. همین نسل نورسی ما هم همین خیلی هستند که ما با اونها باید همه چی رو بیتیم، هم تعلیمی مکتبی در کار است، هم تعلیمی مثلا والدین در کار است، هم تعلیمی جامعه در کار است، هم تعلیمی مثلا دیگر در کار است. این تماشای مثلا شبکه‌های اجتماعی در کار، از اونجا مثلا بعضی سوالات چیزای در کاری خود رو بگیرن، همه به وقت خود را باید برابر تقسیم کردن
که به منفعت باشد و نه به ضرر نشود که یک طرفه باشند. بله. بعضی بچه‌ها یک طرفه میشن، بعضی بچه‌ای هست که مثلا فقط به بازی داده میشد از مکتب میموند، بعضی بچه‌ای هست که مثلا باز به شبکه‌های اجتماعی وارد شده، باز از کارهای مثلا ضروری زندگی میموند. بچه هم باید سری وقت مثلا غذای درکاری خود را بخورد، بازی درکاری خود را بکند، مشق کند، دیگر کند، تمرین‌های درکاری را کند، درس آموزد، تعلیم آموزد، بعضا به کارهای بعضی عائله خود مثلا کمک رساند. همه این به اگر مقداری خودش یک گفتم که ریزه خودش داشته باشد، این به فایده همون بچه است که بچه همه طرفه نشو نما می‌نماید. چون که درختی که راست و خوشرو افزایش میکند و همه طرفه راست و خوشرو میرود، هم برگ و هم پایه دارد، دیگر دارد و هم برگ و هم گل و دیگر دارد و راست و خامتش است. اینکه ما از تماشا لذت میبریم. انکشاف فرزندم و نسل آیندم همین خیلی است. اگر و یک طرفه مایل به یک چیزی نباشد و راست باشد و به همه طرفه باشد، همین قدر خوشبین برامین من فکر میکنم که همه باید چه عائله و چه مکتب دیگر اگر ما کوشش خود را به مثلا به طرف مثبت روانیم، دقت جدی به نسل نورس بدیم و این کار البته به طرف مثبت میرود و فرزندان ما، نسل نورس ما به طرز باید شاید و میرن انکشاف می‌یابند. بزرگ میگوید که تربیه حقیقی نه با سخن بلکه با رفتار پدر و مادر صورت میگیرد. بینندگان عزیز، اینجا کارگردان برنامه اشاره دارند که فرصتی به برنامه ما جدا گردیده به انجام میرسد. یادآور میشیم که اگر شما نیز سوال و درخواستی دارید میتوانید به ما ارسال نمایید و برنامه من بعد رو ما پورا با سوالهای شما میبخشیم بینندگان عزیز. و یادرس میشیم که امروز ما صحبت داشتیم در برنامه وابسته به فرهنگ استفاده شبکه‌های اجتماعی با دوسنت کافدرای پسیخولوژی دانشگاه ملی تاجیکستان نامزد علم‌های روانشناسی استاد نادر امانوف، خوش آمدید. بینندگان عزیز تلویزیون باورستان، اینجا برنامه ما به انجام میرسد. همیشه سلامت و سربلند و سعادتمند باشید. خیر.